تو از من چی میخواهی؟ صافیا، من از تو هیچ چیز نمیخواهم، چون که تو مرا گوش نمیکنی. ناراحت کردم؟ بله. سفسطه. این چی معنی دارد؟ سر اول قرار برار که تو پدرم میشوی یا نه؟ این قراری نیست که باید امروز برآورده شود. من بی این هم پدرت هستم. این طور باشد با من طوری گپ نزن که گویا قرارداد تجارتی میبندی. با تو دیگر خیلی گپ زده نمی شود. تشویش نکشیدی؟ درباره من فکر کردی وقتی که من گم شدم و بچن فهمیدی که من در کجایم خودت هم اومده نتوانستی آدمانت رو فرستادی. خدایا، من با تو چی کار کنم؟ تو دیگر مرا نمیبینی، همه به انجام میرسد. میخواهم در همین جا بمانی. چی؟ در استانبول، در پهلوی من. تو چی میخواهی؟ پدرت بودن، تنها با شرطهای من. اگر شرطهای مرا بفهمی، شاید آنگاه میفهمی که من چقدر زندگی دارم. دیگرش را خودت میدانی. یگان سند را امضا کردن لازم است. صافی، تو از من خواهش نمی کنی که در پهلویت بمانم پدر؟ تازه است. مرحمت.
مرحمت. تو خیلی جوان بوده ای. تشکر. در کجای آلمان میزیستی؟ در هامبورگ. در آلمان زیستن مشکل است.